در قصر فرهنگ نوحه اشت دور اول آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من در سطح بلندی تشکیلی برگزار گردید. در آزمون نزدیک 50 نفر اشتراکچیان از سن 8 تا 50 ساله که از همه گوشه و کنار نوحه گرد آمدند اشتراک نمودند. موافق شرط‌های آزمون داوطلبان از روی دو نومیناسیا سرایندگی و نوازندگی که هر یک از سه ژانر عبارت است هنرنمایی کردند. من امروز در نوحه اش در آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من اشتراک نموده از ژانر اکادمی جای یکم را اشغال کردم. من شاد از آن هستم، خرسند از آن هستم که امروز جای یکم را گرفتم. مسئولین بخش فرهنگ نوحه ابراز داشتند که هدف آزمون مذکور جلب هرچه بیشتر جوانان و نورسان با آموزش سازهای ملی و صنعت سرایندگی و دریافت استعدادهای جوان روانه گردیده. این گونه چاره‌بینی‌ها جهت بلند برداشتن مقام و مهارت کسبی و دریافت بهترین نمونه‌های آهنگ و سرودهای ترنمگری دستاوردهای زمان استقلال دولتی نقش مؤثر دارد. دوره اول آزمون در نوحه از روی نومیناسی‌های سرایندگی و نوازندگی گذرانده شده. اعضای حکمان به هنرنمایی هر یک از داوطلبان بهای سزاوار دادند. آزمون مذکور خوب و خاطرمند دایر گردیده. اعضای حکمان به هنرنمایی هر یک اشتراکچی دقت مخصوص دادند و در اساس خالهای به دست آورده غالبان برای اشتراک در دوره ولایتی امکان پیدا نمودند. برگزاری آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من در دیگر شهر و نواحی ولایت سوغد ادامه دارد.